مشتری با دوبنده آبی با یک 3625 از دور نزدیک میشه، اوستا رو صدا میکنه. اوستا اون پشت کمین کرده بود، نزدیک میشه میگه یه دونه از این لقلقه‌ای‌ها میخوام، این کوچیکه، یه دونه سایز بزرگش برام با این دو تا شفته درست کن. استاد نگاه میکنه میگه خدای من چه خاکی به سرم بریزه، آخه مگه میشه اینا لقلقه‌ای درست کرد؟ ولی نه، توی قاموس اوستا نمیگونه. اوستا پولدار شده، سه نظام اتوماتیک و دستگاه تراش نو. بابا باریکلا، یوتیوب اینجوری پولدارتون میکنه. اینطور که به نظر میرسه اوستا کراماتش هم از دست داده و پاس سوراخ می. یک صحنه عجیب میبینیم با فک بیرون سنج داخل سنجیدی اول فصل. در ادامه استاد میخواد اون گردالی و مربع بکنه. تکنیکی که میخواد استفاده کنه میخواد سنبه بکوبه، ولی تکنیک دیگه هم که میتونسته استفاده بکنه مثلا روتاری بروچین که بدونید سرچ کنین استاد داغش میکنه. یه نکته هم در مورد هواگاز بگم، اول همین الان فالو کن وگرنه دیگه توی شلوغی این استا پیدا نمیکنی. وقتی که میخواین از هواگاز استفاده بکنین اول گازشو باز کنین، بعد اکسیژن رو باز کنین که مواد منفجر نشه. بعد استاد یه ذره سوهان میکشه. هر بار که این سوهان من میبینم تراشکارا سوهان میکشن گوشت من به تکون مواد این آسین لامصب گیر کنه به اون نظام. در ادامه استاد میبینیم که دستگاه تراشو تبدیل کرد به دستگاه فرز لقلقی رو یه انگشتش از نشونمون میده. اون کلهشو تو اون اصلی تست میکنه ببینه رد میشه یا نه. سوزن کالیپر رو میکشه بیرون و دیگه این رندگی رو باز میکنه. استاد یه ابزار دستساز درست کرده که دیگه به زیبایی تراشو تبدیل بکنه به فرز. این اوج کراماته. ولی خب روی دستگاه فرز ما مثلا میتونیم از تایکوب استفاده بکنیم که زاویه ها رو دقیق در بیاریم. اینجا استاد برای زاویه سنجی از گونی ها استفاده کرد، روش دقیقی نیستش ولی خب کارو در میاره خدا وکیلی. همونطور که میبینیم دیگه تقریبا کار در اومده و قطعات آماده شده. برش میزنه میندازه، تاشم مجددا شروع میکنه باز فرز کاری بکنه، میبنده جای رندگیرشو. خیلی من از این حرکت خوشم میاد، با سر انگشتش جدا میکنه و اینم اون واسطه لقلقه‌ایه که میبنده سر چهار نظامشو صاف و صوف کنه به ابعاد میرسونه. دیگه کم کم باید بریم سر دیرل ستونی و سوراخ‌کاری ها رو انجام بدیم. استاد با استفاده از کرامات وسط رو پیدا میکنه بدون استفاده از هیچ گونه ابزار اندازه‌گیری. چجوری تو اون وسط رو پیدا کردی انقدر دقیق؟ سنبه‌شو میزنه، سوراخ‌کاری رو میکنه، تقریبا کار در اومد. استاد صاحب یه دونه لقلقه‌ای شد و پولدار شد دیگه. دیدیم که واقعا پولدار شده بود. مشتری امیدوارم که بدبخت نشده بشه. خداحافظ شما.